سوال از آقای کاظمی دارم. اساساً ما بگیم افغانستانی، افغانی چجوری بگیم درسته؟ موضوع پیچیده و حتی در حد یک مقاله است. منتها من خیلی اجمالی عرض بکنم خدمت شما که اسم کشورشون افغانستان است، اهالی او طبیعتاً باید افغانستانی نامیده بشن. همچنان که مثلا ما در مورد پاکستانی ها پاکستان هست میگیم پاکستانی، بله، نمیگیم مثلا پاکی. بله. افغانی مثل اینه که میگن مثلا بگیم ترکمنی یا تاجیکی یا پاکی مثلا. و دیگه این که افغانی نام واحد پول کشور است، بنابراین افغانی که اینجا مردوده. حالا بحث بین افغانستانی و افغان هست. باز اینجا یک مسئله است که افغان در عین حال نام یک قوم هم هست، یعنی نام قوم پشتون، و گاهی این رو در ذهن متبادر میکنه که وقتی شخص رو بگیم افغان به معنی این هست که از قوم پشتون، در حالی که افغانستان دارای اقوام مختلفی است. به این دلیل چون باز کلمه افغان شایب آفرین میشه، به نظر میرسه که افغانستانی ارجح باشه از بین اینا. البته این بحث است که اصلا خیلی ها عقیده دارن که نام کشور بر اساس نام قوم گذاشته شده، خود این ایجاد کرده این مشکل را.